على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، بیایید شمایان را با سرگذشت حضرت خدیجه رضی الله عنها شناس کنم. زنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی بعد از وفاتشان هم آنقدر در خانه یادشان میکردند که حضرت عایشه در حدیثی که در صحیح بخاری آمده است میگویند: ما غرت علی امرأة ما غرت علی خدیجه من کثرت ذکر رسول الله ایاها. من همانطوری که به خدیجه غیرت کرده بودم و رشک کرده بودم، به یگان تا از زنهای دیگری پیامبر رشک نکرده بودم. و سببش را هم میگویند من کثرت ذکر رسول الله ایاها، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه خدیجه را یادآوری میکردند. و در روایت دیگر آمده است وقتی درباره خدیجه صحبت گشوده میشد دیگر تمام نمیشد. و کاند خدیجه چنان بود و چنان بود و چنان بود گویان پیامبر دوام میدادند. و خدیجه رضی الله عنها یگانه زنی هستند که خود جبرائیل به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که فقر علیها السلام من ربها. به خدیجه ای محمد صلی الله علیه و سلم از پروردگارش سلام برسان. یگانه زنی که خود الله از بالای سبع سماوات با خدیجه سلام فرستاده است و این را جبرائیل به پیامبر گفتند. و چطوری که همه شاید این را بدانیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی با خدیجه ازدواج کرده بودند و خدیجه هم یک دخترک 18 ساله نبودند. پیش از پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 شوهر کرده بودند که هر 2 شوهرشان هم فوتیده بودند و از هر دوی آن شوهر 4 فرزند داشتند، 3 پسر و 1 دختر. زنی که 3 پسر و 1 دختر دارد و آن هم 40 ساله است، با محبت خود آنگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم را برای خود جلب کرده بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی در صحیح مسلم آمده است که به خود حضرت عایشه میگویند رزقت حبها، من سزاوار محبت خدیجه شدم. این یک نعمت پروردگار بود که محبت خدیجه را پروردگار به من نصیب کرده بود. و از خود همین قصه، از اینکه یک زنی 40 ساله، آن هم با سابقه آن که 2 شوهر داشت و صاحب 4 فرزند داشت، با یک جوان 25 ساله ازدواج میکند و آن جوان تا آخر عمرش آن زن را فراموش نمی کند، این دلالت به آن می کند که این زن یک زنی عادی نبود. زنی بود که هم با محبت خود، هم با عقل و فراست خود، هم با دستگیری خود، هم با کمک های مالی و مشورت های خود قلب شوهر خود را به خود جلب کرده بود. و از یگان تای شما بعید نیست قصه وحی وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از غار حرا ترسیده و لرزیده به نزد خدیجه آمده میگویند که من خیلی ترسیدم، من فکر میکنم به من چیزی میشود. خدیجه میگویند کلا لا یخزیک الله ابدا، هرگز پروردگار تو را خار نمی کند. و همه صفتهای شوهرشان را میگویند تو به کمبغلان کمک میکنی، تو بینوایان را دستگیری میکنی، تو خویش و تباران خود را با صله رحمت همیشه پیوند نگه میداری. هرگز مثل تو بر این انسان ها خار نمی شود، هرگز تو بر اینها نابود نمی شود. و همون لحظه داد و فغان نکرده و آنسو و آنسو الان چی می شود گویان نگفته دویده خود شوهرشان را میگیرند و به نزد پسر عمویشان ورقه ابن نوفل میبرند. و این مشورت خود خدیجه و این دستگیری خدیجه یک آرامش به پیامبر صلی الله علیه و سلم میبخشد. و حتی در صحیح بخاری آمده است که خود حضرت عایشه میگویند خیلی
خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم از خدیجه زیاد یاد میکردند و حتی وقتی در خانه ما قربانی میشد و پیامبر قربانی میکردند، از گوشت آن قربانی به دوستان و خویش و تباران خدیجه میفرستادند. تصور کنید پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی پس از مرگ هم وفاداری خود را نسبت خدیجه داشتند اثبات میکردند. نه تنها به خویش و تبار خدیجه، حتی به دوگانه های خدیجه از قربانی میفرستادند که در صحیح بخاری آمده است. و حضرت عایشه میگویند باری خیلی غیرتی شدم و یا رشک کردم و گفتم یک پیرزنی که زمان همسر شما بود الان باشد به جای او جوانتر و بهترش را الله به شما نصیب کرده است. والله پیامبر آنگونه غضبناک شدند حتی که مویهای پیشانیشان به لرزه درآمد. سپس گفتند نه، هرگز کسی به جای خدیجه بهتر از خدیجه به من نصیب نشده است. زمانی که همه مرا دروغ شماریدند او مرا تصدیق کرد. زمانی که هیچ یک همسرانم به من فرزند تولد نکرد او برای من فرزند تولد کرد. و زمانی که من تنها بودم او مرا با پول و با مال خود دستگیری کرد. زمانی که دیگران مرا از محبت و از دستگیری محروم کرده بودند آن زن مرا دستگیری کرده بود. و در روایت مسلم و به من محبت او را الله نصیب کرده بود. این را ببینید که این دستگیری های یک زن وفاداری همسر سبب شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز خدیجه را نتوانند فراموش کنند. و از همه چیز عجیبش در آن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر در طول عمر خود از 25 سالگی تا 63 سالگی 38 سال خانه‌داری کرده باشند یا صاحب زن باشند، 25 سال آن را تنها با خدیجه گذرانیدند و بقیه 15 سال آن را با بقیه همسران خود که درباره‌شان بعداً صحبت میکنیم. یعنی 25 سال عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه خدیجه گذشت. آن هم چه زندگی که همیشه از خوشبختی، از دستگیری، از آن مهر و محبت خدیجه در خانه پیامبر یادآوری میشد. و از همه عجیبش در آن است که در صحیح بخاری هست که خود حضرت عایشه روایت میکنند و تقریبا تمام حدیث هایی که در وصف خدیجه آمده است از زبان حضرت عایشه است. حضرت عایشه میگویند بار دروازه خانه ما تق تق شد و از صدای آن نفری که به خانه آمده ایستاده بود پیامبر یک بار دیگرگون شدند و گویا که خدیجه به خانه آمده ایستاده باشد و گفتند اللهم هلا، مگر این هلا نیست؟ مگر این خواهر خدیجه نیست؟ و زود از جایشان برخستند و مرحبا گویان حاله را پیشواز گرفتند. یعنی حتی حاله که خود خواهر خدیجه می باشند و به مدینه هجرت کرده بودند، صدای خودی حاله را شنیده پیامبر صلی الله علیه و سلم آنقدر متأثر می شدند که می گفتند آره این حاله است، این حاله خواهر خدیجه به خانه ما آمد. و در روایت بیهقی آمده است که حاله بجز اینکه خواهر خدیجه بود پسر خدیجه هم با نام حاله وجود داشت که در عرب ها بعضی از نام ها بین زن ها و بین مرد ها مشترک است. و هر وقتی که پسر خدیجه که از همسر پیش از پیامبر بودهشان تولد کرده بودند به خانه پیامبر می آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به آغوش می گرفتند و می گفتند فرزند خدیجه. یعنی این پسر خدیجه است که آنقدر محبت خدیجه در قلب پیامبر همیشه جاگزین بود. ولیکن خودی حضرت خدیجه هم البته که چون در حدیث ها آمده است که بهترین این امت یا اینکه بهترین زنهای زمین در بین مسلمان ها خدیجه است، هرگز از مصیبت ها، از سنجش ها و این چنین از مشقت های کفار در امان نبودند و در 65 سالگی دنیا را پدرود گفتند. بجز اینکه در 65 سالگی خدیجه وفات کنند، 3 پسر خود را، 3 پسری که
قاسم و عبدالله و ببخشید در روایت حتی 2 پسر گفتگی هستند، فقط قاسم و عبدالله، در روایت دیگر قاسم عبدالله طیب آمدگی هست. هر سه این کودک در زمان زنده بودن خدیجه وفات کرده بودند و خدیجه به جز این که آن همه شکنجه ها را بالای شوهر خود و بالای فرزند و قبیله خود ببینند، مرگ 3 فرزند دیگر را هم دیده بودند. و از خود همین قصه باید هر یک زن برای خود درس عبرت بگیرد که اگر میخواهد محبت شما در قلب شوهر شما جای باشد و حتی پس از مرگ شما هم شوهر نتواند کسی را به جای شما بگیرد، که پیامبر گفتند کلا هرگز کسی را به جای او برای من نصیب نشد، کسی مثل خدیجه بعد از وفات خدیجه به نزد من نآمد یا همسر من نشد. این هم به سبب آن وفاداری، آن دستگیری، آن مهر و محبت و آن حالتهای بود که زمانی که کسی به جز قله و اندک پیامبر را دستگیری نکرده بودند، خود خدیجه هم با مال خود، هم با صحبتهای خود، هم با تمامی هیئت و استاد خود شوهر خود را با تو پیامبر هستی، خار نمیشوی، هرگز نترس گویان مواسا و دل برداری کرده بودند. و این درس یا این صحبت درباره خدیجه بود و بقیه صحبت ها را درباره همسران دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم با هم دوام